چوکی اصلا نخواستم، چوکی هم نمیخوایم، به خاطر چوکی آمدم. ما به خاطر آمدم که تمام قوم افغانستان یک جای بکنم. نکته داره، میگه تمام قوم افغانستان را، نگفتن آ یک قوم. از او خاطر ما براتون میگم که اگر شما از هر قومی هستین خدا نگاه کنین. این آدم از مکتب جنرال دوستم فارغ شده و سابقه امو رهبرش یا بزرگ از یا سابقه از این کارا را بسیار داره و ماستری داره در این بخشا. ببینین یک بار دیگه بشنوین. پشتون ازبک یک جای بکنم، پشتون تاجیک یک جای بکنم، پشتون هزاره یک جای بکنم، عرب ترکمن یک جای بکنم. ما نیت ما نما است. بله آقای قیصری، نیت شفا میدین اما گیر از یک سر. بنابراین از ما یک گفتن بود، خدا نگاه کنین دیگه. یکی باز چی میشه عاقبت شما من نمیفهم.